با برنامه تحلیلی و خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. خلاصه خبرهای جهان و تاجیکستان در روز 28 نوامبر را من مومن احمدی از شهر پراگ تقدیم میکنم. سرخط خبرها: بعدی دریافت کمک مالی و پرداخت معاش، اتوبوس‌های ارزان مسافربر در کوچه‌های خوجند به حرکت درآمدند. پیش از براندنامو معاش دادن، اویلیک، وقتامو چاق. آتش بس در غزه میان اسرائیل و حماس دراز کرده شد. یادی از قتل عام در اردوگاه در لبنان که چند ده سال پیش رخ داده بود. در نشست دوشنبه مخالفان طالبان گفتند که برخی سیاستمداران افغانستان دورویگی میکنند و هم با این گروه و هم با مخالفان آنها همکاری دارند. بعضی گروه های باشند که اونا دوست دارند در قدرت سیاسی با طالبان شریک باشه. به مو دلیل هم هست که شما از اونا دیدگاه سیاسی تا اکنون نشنیدین. برنامه را با خبری از خوجند ادامه می‌دهیم. مقامات در شهر خوجند با کمک بانک اروپایی چشم دوختند تا مشکلی مسافربری در این شهر را حل کنند. پس از تنفس قریب یک ماه دوباره اتوبوسات در راه‌های شهر خوجند و اطراف آن پیدا شدند، ولی مقامات میگویند برای حل پوره آن منتظر کمک هستند. ریشه مشکل چیست؟ خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سوخت فرزان محمدی تحقیق کرده است. چند روز اخیر در کوچه و خیابان شهر خوجند از نو اتوبوس ها را دیدن ممکن شد. مسافران تقریبا یک ماه باز از خدمت آنها محروم بودند. گفته می شد که قطع حرکت اتوبوس ها به قیمت شدن سوخت و نرسیدن معاش رانندگان بستگی دارد. رهبری نوی این نهاد میگوید مسئله های جای داشته تا جای حل شدند. ماهی سپتامبر اکتبر ما از سوزشواری هر ماه مبلغ سپریده سوزشواری بیشتر فعالیت ببریم. همون ما به مبلغ جدا شدگی نبود. از طرف حکومت سوبسیدی جدا میشد. سپتامبر اکتبر مبلغ جدا کرده دادن. ما همین اتوبوس‌های 20 عدد اتوبوس به خاص‌سایرها به کار آماده کردیم. به کار شروع کردن. بعد همین مبلغی سوزشواری سپریده به کار شروع نمودیم. بعد ما موزی مهنت به هم قرضدار بودیم. موزی مهنتی سپتامبر اکتبر هم پولنی ما موزی مهنتی وای کردیم. پرداخت کردیم. جمعبای جورایف از آغاز تأسیس کارخانه یعنی 5 سال باز همچون راننده کار میکند. وی میگوید بارها در گرفتن معاشش با مشکل دچار شده است، ولی حالا خوشحال است که دیگر باره به کار برآمد. مسافرها همه‌شون پایداشتی بودن. این اتوبوس که یعنی استودنت، یعنی پنسیونر، یعنی بازارچی ها، یعنی مایوبا، همه‌شون وقتاشون چاق. نه رئیسامو و رحمت پیش از براندنامو معاش دادن، اویلیک، وقتامو چاق. آینده بکن قرصک عبدو طرف شود ناز میشه. به گفته مسئولان کارخانه در آینده نزدیک اتوبوس‌های بیشتر به حرکت خواهند آمد و خط سیرها با طرفه پیشتر باقی میمانند. هم رانندگان و هم مسئولان کارخانه میگویند درآمدی که از مسافربری به دست میآید خرج حرکت اتوبوس‌ها را نمیپوشاند. در این حال بالا رفتن نرخ سوخت سبب از کار ماندن اتوبوس‌ها می شود. بانک اروپایی بابا حاضر برای 60 عدد اتوبوس رو به کار آماده کردن. ما به ما 3 میلیون و 200 هزار پول جدا شدن زکات. این لایحه ایسودی وای این سامانی است نه؟ سامانی است. 3 میلیون 200 پول جدا میشد. قسمت احتیاطی همین автошиной فرسوده شده و دیگر قسمت احتیاطی ما خریداری نموده. همین 65 عدد اتوبوس ما به کار ماندنمو در کار با خسارو شروع کردیم. بعد از طرفی حکومتی شهری دستگیری رو محترم رئیس شهر محترم رئیس ولایت ما دستگیری کردن. هر ماه 500 هزار ما سوبسیدی جدا میشه. اون سوبسیدی برای سوزشواری برای همین یعنی اندازه سپردن بلوندن روزی مینات اینا جدا میشه. کارخانه نقلیات مسافرکشان در خوجند سال 2018 از حساب 26 میلیون دلار گرانت بانک اروپایی بازسازی و رشد 100 اتوبوس را وارد کرد
و حرکت این نوع نقلیات اجتماعی را در خوجند و ناحیه‌های اطراف آن به راه ماند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. گزارش دیگری از خاورمیانه. اسرائیل و حماس با میانه‌روی آمریکا و کشورهای منطقه برای آتش‌بس 2 روزه توافق کردند. جنگی اخیر بین حماس و اسرائیل وحشتی چندین 10 ساله پیش را به یاد برخی آورد. قتل عام در اردوگاه‌های صبر و شتیله لبنان را که بر اثر آن در اوایل دهه 80 میلادی 3,500 نفر کشته شدند. همکارم زرانگیز نوروزشاه این صحیفه را ورق گردان کرده است. 16 سپتامبر سال 1982 اعضای واحد نظامی نصرانیان لبنانی معروف به فلنگ از زیر رهبری الی خوبیکا در هماهنگی با ارتش اسرائیل به پناهگاه گریزه‌های فلسطینی صبر و شتیله در بیروت جنوبی حمله کردند. در 2 روز از 800 تا 3500 پناهنده فلسطینی و اهالی آسایشته کشته شدند. محمود سرور از آن حادثه توده جسدهای ورم کرده را در یاد دارد. او در این جنگ وحشتناک لبنان 7 تن از نزدیکانش را از دست داده است. وقتی به خانه در آمدم دیدم که آنها مادر و پدر و 5 برادر و خواهر مرا کشتند. سر برخی از همسایه هامان را از سن جدا کرده بودند. بعضی را بستند و تجاوز کردند. یک آسرخانه خور در داخل اردوگاه شتیله نیز آن خاطره های دیرینه درد و جراحت و دربدری فلسطینی ها را نگه داشته است. این بازتاب حیات فلسطینی ها پیش از سال 1948 است. اگر شما گذشته نداشته باشید، آینده هم نخواهید داشت. آنها میخواهند که ما غلام باشیم، اما ما این را نمیخواهیم. ما برای حق خود مبارزه میبریم. پس از 40 سال آن قتل عام نیز فلسطینی ها در اردوگاه میگویند که زندگی آنها تا هنوز هم سخت و طاقت شکن است. حالا جنگ در غزه و درگیری ها در مرز لبنان و اسرائیل نگرانی ها را از یک جنگ بزرگ به بار آورده است. جمیله شهادت رهبری سازمان غیر دولتی خانه کودکان اسما است که به گریزه های فلسطینی در لبنان کمک میرساند. آنچه ما در نوار غزه می‌بینیم قتل عام صبر و شتیله را به یاد می‌آورد. احتمال به زودی چنین سرنوشت نوبتی ما می‌شود. ما می‌ترسیم. جنگ یعنی نابودی است. مردم اینجا میگویند منظره‌های جنگ در غزه آنها را وادار می‌کند که به چون و چرا از جنگیان حماس پشتیبانی کنند. حماس واقعا حرکت مقاومت فلسطینی است. آن کاری را میکند که هر فلسطینی خواهش اجرای آن را دارد. اگر اسرائیل به لبنان حمله کند، هر یک فلسطینی باید مقاومت کند. وزارت تندرستی غزه که تحت حمایت حماس است گفت از آغاز جنگ که اسرائیل در غزه راه انداخت بیش از 14,000 نفر کشته شدند. این جنگ بعد حمله حماس که امریکا آن را تروریستی می‌داند آغاز شد که بر اثر آن در اسرائیل 1200 نفر کشته و 200 نفر از جمله کودکان گروگان گرفته شدند. اسرائیل اعلام کرد که در صورت حمله حزب الله از جنوب لبنان به کشادن جبهه دوم جنگ آمادگی می‌گیرد. لبنان بعد چندین سال بحران اقتصادی در حال فروپاشی است. افزایش خشم و ناراضگی و شدت بین فلسطینی ها در کشور و احتمال سر زدن یک جنگ نو اکثر لبنانی ها را به تشویش آورده است. برمیگردیم به دوشنبه. امروز نیز بحثی آینده افغانستان در شهر دوشنبه با حضور چهره‌های سیاسی افغانستانی و مخالفان طالبان دوام کرد. اکثر شرکت‌داران این همایش معتقدند که طالبان تغییر نکردند و افغانستان را به یک پناهگاه تروریستان تبدیل دادند. طالبان گفته بودند که افغانستان جای امن برای تروریستان نخواهد بود. علیشیر ظریفی و براد یوسفی با برخی از شرکت‌داران این همایش صحبت کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان امید دارد که برای مبارزه موفقانه جهت آزاد کردن کشورشان از طالبان قبل از همه شکاف‌های ایجاد شده در جامعه را در بح کرد.
این نکته را علی میثم نظری رئیس بخش روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان در حاشیه نشست گفتگوهای امنیتی هرات در شهر دوشنبه تاکید کرد. باید یک اعتماد سازی بین خود مردم افغانستان ایجاد شود. این نشست و دیگر نشست، حالا ما هفته آینده یک نشست دیگر داریم که کاملا سیاسی است. این که اکادمیک است، بیشتر تخصصی است. هفته آینده ما در شهر ویانا در وین در کشور اتریش یک روند داریم که دور سومش آغاز میشه به نام روند ویانا که برای متحد ساختن اپوزیسیون است، متحد ساختن نیروهای ضد طالبانی است، متحد ساختن آزادیخواهان و عدالتخواهان افغانستان است. مسئول بخش روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان فعلا تغییرات در افغانستان را بدون همکاری با کشورهای منطقه و جهان غیر ممکن می‌داند. به قول او در این کشور بجز طالبان 21 گروه و سازمان‌های تروریستی حضور دارد که خطر جدی به منطقه و جهان است. فعلا به قول اعضای جبهه مقاومت ملی در مسئله افغانستان جامعه جهانی و اسلامی از استانداردهای واحد کار نمی‌گیرند. تروریسم یک آفت، یعنی یک پاندمی، یک اپیدمی تبدیل پاندمی شده. یعنی اگر در کابل توریست‌ها حاکم باشند قطعا تهران آسیب می‌بیند، قطعا واشنگتن هم آسیب می‌بیند. یک علت پراکندگی در میان نیروهای مخالفین طالبان را برخی از شرکت‌داران همایش گفتگوهای امنیتی هرات در جاه طلبی بعضی افراد تاثیرگذار افغانستان می‌دانند. من فکر میکنم شاید در این بین بعض گروه‌های باشند که اونا دوست دارن در قدرت سیاسی با طالبان شریک باشه. به مو دلیل هم هست که شما از اونا دیدگاه سیاسی تا اکنون نشنیدین، اونا نظر خود بیان نکردن. اما هر اجتماعی سیاسی فکری، چی از جامعه مدنی، چی از بخش اکادمیه، چی هم از سیاسی، وقتی که آمدن نظر خود بیان کردن گفتن که ما افغانستان متعلق به مردمش میخوایم و نظام مشروعی که از مردم افغانستان نمایندگی کنه. کارشناسان تاجیک بر اینند که همایش گفتگوهای امنیتی هرات یک میدان تبادل نظر و فضاسازی است که نظر شرکت‌داران را به مخاطبانشان میرسانند، از جمله در مسئله قضیه افغانستان و طالبان. وضعیتی که امروز در افغانستان هست این نتیجه یک تعامل بزرگی ژئوپلیتیکی جهانی است. برای حل این قضیه به نظر من در حال امکان پذیر میشد که در کنار این خیل کنفرانس ها با کنفرانس های سیاسی دولت های با نفوذ با شرکت رهبرای دولت ها شود و در مورد افغانستان مثل کنفرانس بان یا کنفرانس های دیگر تصمیم قدرتی سیاسی اگر قبول شود بعدی حل میشد. اما برخی دیگر از سیاستمداران تاجیک محتوای سخنرانی‌ها و اظهار نظر شرکت کنندگان نشست 11 گفتگوهای امنیتی هرات در دوشنبه را تکراری و نامؤثر می‌دانند. این کنفرانس مکانیزم تطبیق مقصد کنفرانس رو هیچ معین نکرد. مکانیزم تطبیق مقصدش چی است؟ چون که اگر مقصد حکایت نقل چک باشد خوبی دیگر است. خوب، لیکن اگر چون موضوع افغانستان نامش که هرات است، لیکن در موضوع مشکلات افغانستان، در موضوع بررسی کردن، حل کردن کسی نمیخواهد چیزی که بگوید، حتی میترسد نام طالبان بگیرند. در نشست گفتگوهای امنیتی هرات که 2 روز ادامه یافت، حدود 150 کارشناس داخلی و خارجی شرکت داشتند. طالبان که بیش از 2 سال باز جلوی حکومت را در افغانستان به دست دارند و تشکیل حکومت عبارت از نمایندگان یک قوم و گروه نقض حقوق مردم از جمله زنان و دختران متهمند. طالبان این اتهامات را قبول ندارند. آژانس مهاجرت کاری ازبکستان خبری زد و خورده گروهی با اشتراک شهروندان این کشور را در شهر کراسنودار روسیه تصدیق کرد. به اطلاع منبع حادثه 25 نوامبر امسال در ساختمان شرکت تاچنا به دولتی با دلیل اختلاف نظر در رابطه با استفاده کران سر زده است. در خبرنامه گفته شده است که نمایندگان آژانس در روسیه در همکاری با رهبریت کارخانه و ساختارهای قدرتی برای حل مشکل چاره می‌اندیشند. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای اخباری بیشتر شما به سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های رادیو آزادی در یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام و تیک تاک و ادنکلاسنیکی وارد شوید. اگر خبری دارید با ما نویسید. خدا نگهدار.